برعکس گنگ سلاطین خفن بازی کال آف دیوتی موبایل حالتون چطور دوستان؟ با کینگ اومدم با یه ویدیو خفن دیگه بازی کال آف دیوتی موبایل. دوستان از ما خیلی وقت دیگه حمایت نمی‌کنید دوستان، حالا ما هم نبودیم، ببخشید مشکلاتی واسمون پیش اومده درگیری اون چیزا، شرمنده، ولی از الان به بعد دیگه عید داره میشه و عید هم پیشاپیش به همتون تبریک میگم. بعدش من این مدت ویدیو نذاشتم، شرمنده دوستان، یه سری مشکلات واسمون پیش اومد، ببخشید، عذرخواهی میکنم از همتون دوستان. اومدم گفتم ویدیو برگشتیم و به همراه عذرخواهی با 2 تا چالش خفن واسهتون بذارم. یکی از چالشام اینه دوستان که زیر همین ویدیو حتما لایک کنید، چنل منو ساب کنید و یه کامنت خیلی خوشگل بذارید که من 3 نفر رو انتخاب میکنم و 3 تا 160 سی پی کادو میدم بهشون دوستان. و چالش دومم اینه که 3 نفر رو به صورت رندوم دوباره انتخاب میکنم داخل کامنت ها، یعنی سر جمع 6 نفر رو انتخاب میکنم به صورت رندوم، به 3 تاشون داخل گردون میذارم، به 3 تاشون سی پی میدم، به 3 تاشون میبرم دول، اگه بردن 420 سی پی کادو میدم به برنده. خب دوستان ویدیوی امروز راجع به چیه؟ ویدیو امروز دوستان راجع به اینه که چگونه بفهمیم ایم گانمون داخل بازی چگونه دور و نزدیک کنیم. این واقعا کاری نداره دوستان، ایم گان رو بخوایم دور یا نزدیک کنیم چیز سختی نیست، کافیه فقط وارد بخش، بذارید من این چیز رو فعال کنم، قلمون رو فعال کنم که به دردم میخوره یه جایی. کافیه دوستان فقط وارد بخش سیتینگ بشید و از بخش بیسیک که دارید همونطور مشاهدهش میکنید وارد بیسیک میشید. ببینید این حالت رو مولتی، بتل و همینطور زامبی اثر میکنه، یعنی رو هر ستا میتونید این حالت رو اثرش برید دوستان، یعنی فرقی نداره که این حالت رو چه حالتی قراره بشه. من الان اومدم واسه بتل توضیحشو بدم دوستان که حتما برید یادش بگیرید. واسه بتل کافیه فقط داخل بخش بیسیک وارد بتل رویال مود بشید، برید پایین تا وقتی که به این نقطه برسید، به این نوشته که یعنی همه چیزو هم این تعیین میکنه براتون دوستان، همه چیز بازی و همین براتون تعیین میکنه. این اگه آن باشه ایمتون از دور نشون داده میشه، ولی اگه آف باشه ایمتون نزدیکه. خب بریم امتحانش کنیم داخل بخش خب وارد مچ شدیم. بده من این هادمو بردارم بذارم یه هاد 2 انگشتی. خب دوستان همونجور که دارید مشاهده میکنید الان ایم نزدیکه دوستان، نگاه کنید، توجه اینجا رو داشته باشید، ایم نزدیکتون میکنه. خب شما ایم میگیرید نزدیکه، خب ولی وقتی که میخواید دورش کنید وارد سیتینگ میشید، همون بخش بیسیک که یادتون دادم، میرید پایین، همون بخش مود زوم آخرش هم اگه دقت کرده باشید روی زوم زده، آنش میکنید این گزینه رو، نگاه کنید وقتی زوم میکنید دوربینتون، میگم دوربین، ایمتون دور میشه که همونطور که دارید مشاهده میکنید ایمتون دور میشه. حالا بریم رو چیزم امتحانش کنیم. همونطور که میبینید دوستان ایمتون رو دورتر میکنه. خب مثلا الان من رو 117 میزنم، آقا اینجا خط میگیرم، ایم که میگیرم بچه نگاه کنید دورتر میشه، ولی وقتی که اینو وارد بخش آف میزنمش، آفش میکنم اینو دوستان، نگاه کن انمی رو براتون نزدیک میکنم، انمی نزدیکتر بشه که راحت‌تر بشه.
و بعدم دوستان یه چیزی باید اعلام کنم که حتما دوباره اینو میخوام اعلام کنم بهتون که حتما زیر این ویدیو کامنت بذارید چون به نفع خودتون. میبینید ایمو نگاه کنید، ایم دور میشه، ایم نزدیک میشه، ببخشید اینجا ایمو نزدیکتر بهتون میشه ولی وقتی آن باشه این دورتر میشه واسه دوستان. تا ویدیو بعدی دوستان، خدا نگهدارتون. امیدوارم که از این ویدیو راضی باشید. بازم اعلام میکنم که زیر این ویدیو حتما کامنت بذارید، لایک کنید، فالو داشته باشید که کلی جایزه قراره بهتون بدیم. فعلا خدا نگهدار.